بهترین و قویترین و مجاهدترین مسلمانای جهان همین مسلمانای تو سوریه هستن که کل دنیا الان ارتشش فرستاده اونجا، همه دارن سرکوب میکنن. فقط مسلمان مجاهدی که باور بکنی من تو تلویزیون دیدم چاهی کنده بودن، یکی از مجاهدین رو گذاشته بودن تو این چاه و با سر بیل میزدن تو سرش، بگو لا اله الا بشار، بگو خدایی نیست مگر بشار اسد، بگو لا اله الا الله. خاک میریختن رو سرش، با بیل میزدن تو سرش، میگفتن بگو لا اله الا بشار، بگو هیچ خدایی نیست مگر بشار اسد، بگو لا اله الا الله. همجور تا خاک آمد رو سینه‌اش میزدن تو سرش با پوتینشون، میگفت لا اله الا الله. خاک آمد رو لبش، من این صحنه رو تو تلویزیون میدیدم. خاک آمد رو چشمش، خاک تکون میخورد وقتی کلمه توحید میگفت لا اله الا الله، تا اینکه خاک کل سرش رو پوشوند. همش میگفت لا اله الا الله. قل لا اله الا بشر ولا حيوان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه